тамошобинони азиз, барномаи шоми шахнавоз ادامه دارد و ما نسبت به سوال‌های پیشنهاد نموده شما بی‌طرف نیستیم. این حال پیشنهاد می‌نماییم سوال‌هایی را که در جریان برنامه تماشابینان به عنوان برنامه فرستادن. سوال اول پیشنهاد گشته است به خجسته بانو. خجسته بانو از ژانر اپرا به تمام دست کشیدند، زیرا هرچی بیشتر وقت‌های اخیر خجسته بانو را با ژانر استرادا می‌بینم روی صحنه. سوال را پیشنهاد کرده است اسامیدین عزیز، یک نفر کاربر فیسبوک. من هرگز از ژانری که خوب تکرسی من از این اپرا دستکشی نکردم. من تا این حال در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان یک معلم جوان هستم، درس میدهم در ژانر اپرا، در تئاتر اکادمی کار میکنم و حیث سلیست که یک کخون. برای همین خوب من فکر میکنم که هنرمند اصیل باید از تمام ژانرها برخوردار باشد. خوب چاره‌بینی هست که من در ژانر اپرا میسرایم و خوب بینندگانی هست که تماشابینانی هستند که ژانر استرادا رو دوست می‌دارند. برای همین من می‌خوام همه جهت از همه ژانرها طرفدار هستم، چون یک روزه توانمندی هست. مثلا من اگر حاضر فلک خواندن خواهم ولی امکانیت نداشته باشم و شما ببینید که خجسته بانو هم در ژانر اپرا که تحکرسی گفته عنوان بیان نمودند و باز در ژانر استرادا این توانمندی است و این استعداد بلندی هنری است که خجسته بانو در این انعکاس یعنی که مخلصی بیشتر دارد، هم در ژانر اکادمی و هم در ژانر مثلا استرادا. خطا نشود هر یک ژانر شنونده خود را دارد. برای همین من کوشش میکنم که استعدادهایی که در ژانر اپرا توانند برآمد نمایند نهایت کم یافتند و چی باعث گشت که ذوق خجسته به محض به ژانر اکادمی؟ شاید همون فضایی است در خانه ما. از خوردی من کلان شدم. من خودم مکتب موسیقی خواندم در بخش اسکریپ که برای همین زیاد از خوردی در خور، در درس های خور و دیگر درس ها خوب پیشرفت بودم و زیاد اسپکتاکل ها رو گوش میکردم. برای همین یک شوق ذوق بود در دل من. برای همین آینه زندگی شما ببینید چقدر عائله ارجمند، تشکر. یعنی که با هنرهای صحنه‌های یعنی که تئاتری توجه داشتن. من بسیار خوشنودم، بسیار خوشنود میشم. این بسیار تربیه بلند نمونه است که با عنوان الگو پیشنهاد می شود. آفرین. تشکر. من آگاه نبودم. ما واقعا هم بسیار شاهدیم سراییدن شما رو و از اولی برنامه وصف فخریدین ملیک رو در باره شما میشنویم و این حال هم خواهش من و هم خواهش تماشابینان ما همین گونه است که محض در ژانر اکادمی یک سرود رو خجستای میرزاولی پیشنهادی ما و پیشنهادی تماشابینان نماید. خب چرا نه؟ میخواستم 4 مصرع از یک романс با زبان روسی بسرایم. Что ж не в озере вода, не скрыхнется, один грустный напев в поле слышится. تشکر بسیار. آفرین و احسن. در این ژانر اکادمی سرود خواندن به نهایت مشکل و مرکب است و ببینید که با چه آزادی اجرا میکنن. من خودم مخلص خجسته هستم. یکی در آزمون ها باز خالی بسیار گرفته گفته همین منو عقی پرتایی میکنن باز. من صاحب چند خوش شدم، من صاحب چند خوش شدم، منو فقط مرا رو افتاده میکنن. انا شما رقابت گفتید، رقابت رو شما ایجاد کردید، زمینه مساعدی رقابت. سوال نوبتی رو موضوع ولی به فخریدین ملیک پیشنهاد نمودن. سرود سال نوری شما رو بسیار دوست می‌دارم و سال گذشته ضمن کشاده شدن اگریگات اولی راغون سرود مذکور بسیار مساعد بود و فکر میکنم در ذهن من همین گونه اندیشه پیدا شد که این سرود محض برای راغون سراییده شده باشد. از شما احترامانه خواهش می‌نمایم که درباره تاریخ همین سرود برای ما قصه نمایید. ای بارگاه قدرت، وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت در خاندان تاجیک. این
واقعا هم باعث افتخار است و بنیادگذاری خودی انا همین ژانری ملی میهنی و وطن پرستی، ترانه های وطن پرستی خودی همین سرودی اتحاد تاجیک است که با متن بهروز ذبیح الله و آهنگ فرهاد آدینه یک جایه مشترکاً کار کردیم و در همون دوره تمامی هنرمندان نیز در وصف انا همین چراغ و نور و حرارت و گرمیه که تاجیکستان ارجمند با سروری به واسطه پیشوای معظم ملتمون اینقدر یک نیروی بی پایان رو، این امید مردم رو میدونید، تمام انا همون یک آرمان هایی که در خودی بیان نقشه ها و انا همون سازندگی هایی که بودند الکی همه ما کوشش میکردیم که هر کس با توانمندی خود انا همین کشوری نور رو، کشوری تاجیکستان رو، تاجیکستانی پاکنماده که این مرزی پرگوهر بازم امکانی بیشتر داشته باشد که یعنی چراغ خاندانی کشورهای منطقه را حتی روشن کند. به همین خاطر این بسیار یک مسئولیت بزرگ بود و در همان دوره وقتی که من سفرهای خارجی داشتم دوستان بسیاری فارسی زبان من میگفتند که ما میخواهیم که سرود اتحاد تاجیک را شما خوانید و در همان دوره من گمان میکنم که خودی انا همین فعالیت من با ژانر ملی میهنی اینقدر پیوند و توأم شد برای من خودی همین مردم تاجیکستان کمک کردند. ملت تاجیک یعنی که هر کجا می رفتم یک با سخنی خوب، با یک پذیرایی استقبالی گرمی خود دیگر حفظ یعنی که سرود را متن سرود را حفظ میکردند و بیان میکردند و انا همین باعث شد که قریب که در تمامی انجمنهای فرهنگی من یک سرود وطنی داشتم، یعنی که آماده داشتم و انا همین یک تحکرسی چنانکه که خوجستبانو گفتن یک تحکرسی بزرگی شد که و من درک کردم که رسالت اصلی من در این است که برای ذوق بیداری مردم، برای آبادی کشور، برای انعکاس رشد و ترقی کشور وقتی که هنرمند موفق می شود، وقتی که آوازخوان از طرف امواج بسیار پرتغیان یک ملت واحد و بزرگ اعتراف می گردد، این بسیار اقبال بلند و طالع بزرگی من است و به همین خاطر این سالی 2018 نیز برای من سالی تاریخی بود. خجستبانو هم تشریف داشتند و در وقتی که پیشوای معظم ملت ما پخشی یعنی که به حرکت در آوردن اگریگت اولی نیروگاه برقی راغون رو به کار در آوردن اتحاد تاجیک میخوندم و بسیار یک تاریخ بزرگ. وقتی من بیرون آمدم تمامی هنرمندان مرا تبریک میکردند، میگفتند که سرودت کارش کرد و ببینید که این برای من یک صحیفه زرین تاریخ هنر و فعالیت من شد که من به نهایت افتخار میکنم و از اون مخلصی که اینقدر یک نبضی تاجیکانه دارند و یک خودآگاهی و خودشناسی ملی دارند و سوالشان نیز به منفعت انمی جامعه است، من اظهار تشکر میکنم. میگویند هر چیزی که از دل برآید بر دل نشیند و گمان میکنم که همین دلیل ها که گوش ما گوش تاجیکان پندپذیر هست و همین دلیل ها باعث میشود که هنرمند نیز تربیت یابد. ما رو بیشتری وقت خود مخلصان تربیت میکنند، روزنامه‌نگاران تربیت میکنند. مثلا شما حاضر در برنامه خویش یک قطار نویگری ها رو بر ذهن ما وارد کردید که هنرمند باید هوشمند باشد، باید آگاه باشد، از تاریخ سرودهای موندگار باید با خبر باشد، یعنی چی در متن، چی در اجرا، چی در موسیقی. و من گمان میکنم حالا در آینده این برنامه شما به وسعت باز بیشتر میتواند رشد کند. مثلا به من خوش آمد. تشکر زیاد. شما برنده اید به همین خاطر. باعث سرفرازی ما نیز هست که تمام کوشش و تلاش هایی که گروه ایجادی برنامه شهنواز پی آنند امروز بار می آورد و شما مهمانان عزیز که از این خوش میپذیرید، تماشابینان نیز ما باوری داریم و امینیم که این کوشش های ما را خوش میپذیرند. من به عنوان یک تماشابین شما را مبارکباد میگویم. بردبار است، واقعا این یک امتیازی مثبت است
آزادی و همون قالب شکنی ها همون تمامی یک کاوش ها و جستجوهایی که یک تولید هیجان میکنند بسیار گمان میکنم توجه برانگیز است. تشکر زیاد. در آن همین فرصتی بهترین بخش جالب ترینی برنامه شامی شهنواز را آغاز میبخشیم و آن هم نام دارد اشاره. الکی خوجسته به من اشاره کرده خندیدن. گمان میکنم که شما قبلا مصلحت کردگی در اشاره من در کی این کدام پایان ها مونده خودتون به بالاها رفتنی. ما گروه ایجادی برنامه بسیار کوشش میکنیم که برنامه ما شفاف گذرد. بیاد آغاز میکنیم. در بخش اشاره گوشمانک و گوش یکی از اشتراکچیان با نوبت گذاشته می شود و نفری دیگری باید 4 نمونه مصرع سرودها را پیشنهاد نماید و هر یک مصرع را با طریق اشاره باید فهماند. در حالتی که در گوشی موسیقی دیگر گذاشته شده است باید نفری که گوشی را در گوش دارد پیدا نماید که این کدام سرود است. به خاطر باز هم تامین جالبیت برنامه و مشکل تر کردن شرط آن مصرع سرود نه از اول به آخر بلکه از آخر به اول باید فهمانیده شود. به خاطر شفافیت برنامه را تامین کردن باشد دستگاه آواز پخش کنی در دست من می ایستد. ضمن بردن دست ها به گوشمانک و از گوش گرفتن گوشمانک به طور اتوماتیک مغلوب حسابیده می شود. قبول دارید؟ بیاید از خجسته آغاز می نماییم. خجسته گوشی را در گوش گیرید. بیاید فخریدین پیدا میکنیم. کوشش میکنید که دشوارترش رو پیدا کنید. آغاز میکنیم. پیوستم پیوستم دیلم دیلم بر بد بر بر نو نو سری زندگی سری زندگی سری ایتاری سری سری علی سری سعید نه سری سری کنی سری 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 کنی نه سری سعید نه سری داری قریب سری پسری شاید با آواز بلندترش گوید. سری سری ترزی سری سری از اسیر نه از دل از وفورو وفا نه وفورو وفادار نه وفورو وفاداری وفورو جفاکار وفورو وفادار وفورو وفادار وفورو 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 جفاکار وفورو وفادار وفورو وفورو رو وفاکار وفورو وفورو وفادار وفورو نه یک بار دیگر وفورو وفاها وفورو این چخیل شاید با ادامه حرف اشاره کنید. وفورو وفارو آفرین اهدو از تو اهدو از او شما لکه اهدو 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 از او اوهی اهدو 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 عهدو انا پیدا کردن؟ اهدو بله پیدا مصرع دیگر میگذاریم. رفت جوانی زواد فابریکا جوانی
جوانی جوانی جوانی جفاگیر جهانگیر نه جهانگیر جوانی جفایی جوانی جوانی رهایی نه جوانی 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 سرسانی صدای سرسانی 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 صحرایی سرسانی 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 آفرین آفرین با من اوه با 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 حیرانی حیرانی اهالی حیرانی 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 آفرین با با نادانی تاجداری نادانی نادانی لالایی نادانی آریایی آریایی نادانی باباگی بابا به ترکیش لب دیگر است نادانی نادانی راههایی نادانی من داری گفت کردم که نادانی نادانی آخی نادانی نادانی جاهایی نادا نو لا نو تا نو را نو جا نو نا انا نادا نا نادا ناگاهی نادا آزی گیریم میکنه کجا نادا نادانی نادانی است از است عهدی است از این است است هستی است از است است از نه است است بهار بهار بهایی نه بهار 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 عطری عطری گل نه عطری عطری در عطری عطری بوسه بوسادیو عطری اشاره عطر رو کنید شاید عطری عطری عطر عطری مادرم 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 وجودت 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 بود وجودت بود نه وجودت چه اول بگو وجودت 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 راست وجودت و وجودت 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 نه مادرم وجودت وجودت پوشد وجودت 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 تمام بله آغاز میکنیم زانویم زانویم جانم زانویم چا زانویم کنم توی چی میکنی زانویم پاچه نه جا کنم نه زانویم 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 پاچه بردارم نه زانویم 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 سری 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 بیبرد میبرد نه بیبرد میبرد بیبرد خوابت آمد خوابت 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 پهلویم 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 با 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 بیو 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 بیا بیو دری 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 سری سری نه دری داری دری دری کپکی کپکی نبزی کپکی کپکی. کپکی کپکی ای داری ای 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 تمام
تمام بله پیدا ای بای بده کم کناری بیا با تاثیرات چگونه است؟ تاثیرات اشدی فکر کردم زمین کلون رو شدگار کردم تماشاچیان عزیز الان نوبت رسید به فخریدین ملیک و خواهش می‌نماییم که گوشی رو در گوشتان مونید. گوشیمون کم کارای کم تا پسترش کن. نه بیاید خوجسته آغاز میکنیم. کدام مصرع است؟ مادر فرشته بود فقط بالو پر نداشت. نداره؟ نداشت. ندونیست؟ نداشت. پر من؟ پر با؟ پر؟ بالو فقط فقط فرشته ونجی؟ فرشته بود مادر یک فرشته بود فقط بال و پر نداشت. بله مصرع دیگر. کدام مصرع است؟ خیر کدام مصرع است؟ زیاده میروم بر اهل رفت سرودی کرم خیر بود الماس؟ خیر بود عالم اهلی از اهلی ارد اهل عزیز اهلی بر من بر بن بر بدیل بر بل بر بل بر شاید بلی با حرف اشاره کنه. بر بلی بر بدی بر بری بر بر بد بر بر شاید کنارتان را اشاره کنه. بریم بنی بر بد بر ر بر پل ب بر من بر بر بل ر بر بری بر بمی این نداره بنی بر بن بر بد بر 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 میروم عالم زین زی من شاید مصرع دوم را که پیدا کردم مصرع سیوم میگذاریم. میزند جور جون جور جود جور میزند جور میزند جور جور من سینه سینه چارسوی جادویی چارسوی زانویی چارسوی جاسوسی چارسویی در نور رو گناه دنیا دورها دوری ها نور خورشید
خورشید خورشید کمی دورتر ایستید. کدام مصر است؟ وقتی من قربان اون فرصت که دستانی سفید. سفید. سفید دستانی. دستانی دستانی کی؟ دستانی کی؟ دستانی کی؟ دیل کی؟ کی؟ دستانی کی؟ آن اینه فرصت. فرصت. شروع بگو. فرصت. فرصت آن. آن قربانی. تو بودی او بود. قربانی. قربانی. خوب بود قربانی. خون بود. نه قربان. که ه که ر قربان. هول بود. قربان. قربان. خون بود قربان. خوش بود. قربان. قربانی. خون بود. قربانی. خول بودی. قربانی. یک کلمه پیشتر گوین. یک کلمه پیشتر. نه پیشتر ایپرا گفتگی ما آن. ها آن. آن. آن قربانی. خون بودی است. قربانی. خول بودی. قربانی. شاید با حرف اشاره کنه. دور بودی. قربانی. کولباری. قربانی. کول بودی. قربانی. قربانی. گل قربان. هول غول رول ه ل ر ز ن ه قربانی. قربانی. خولبادی. قربانی. طول شاید با حرف اشاره کنه. خولبادی. ز م ر قربانی. 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 خولبادی. قربانی. خولبازی. قربانی. خولبازی. حالی هم با صدای بلندتر. قربانی. قربانی. خولبازی. قربانی. خولبادی. خولباهی. خول خول نمیوبم. خولبادی. نه ز قربانی. خولبازی باشه. خولبازی باشه. قربان. قربانی. قربانی. من بختی. بختی. باسی. بختی. مستی. بختی. بختی. بستی. بختی. مستی. بختی. مست. نه بختی. بس. بختی. پس. بختی. بحثی. بحثی. بخت. ها بخت. دستی. بخت. ها بختی. بختی. گوشی را گیره. حساب 4 بر 4
هر دو جانب هم مساویان. خوش تأثیرات ها چگونند از اشتراک در برنامه شام شهنواز؟ آیا آنچه را که پیش از آمدن به برنامه ما انتظاری داشتید پیدا کردید؟ راستی من خیلی خوشحال شدم، خیلی حالت روحیم بلند شد و خسته هم شدم، گویم خطا نمیکنم. من شما رو یعنی خسته کردم. میدانید بسیار جالب و حتی ما در انتظار نداشتیم که چنین یک مثلا رقابتی بسیار جالب و رقابتی بسیار باصفا و بعد خوب از همه شفاف. بعد خجسته‌بانو بسیار یک فردی با وجدان هستند. مثلا در وقتی که ما آزمون رو شروع کردیم همون کاغذ یعنی بلیت در نزدشون بود، نگاه نکنم گفته چشمشون رو بستند. شما ببینید که به همین شفافیت برنامه شما هنرمندان کوشش کردند که توأم باشن و من بسیار برایم خوشایند است که این برنامه رو ما با هم میبینیم. این برای ما علاقه تاریخ میشود. تاریخ میشود که ما امکان داشتیم در یک برنامه با همدیگر هم رقابت کنیم، افکار رد و بدل کنیم و بسیار جالب، بسیار جالب. روز خوب با تلویزیون شهنواز داشتیم. گمان میکنم که با مخلصان و با تماشابینان و با بینندگان برنامه‌های خوبی تلویزیون شهنواز نیش خوش میآید. تشکر زیاد. به طور استثنایی در برنامه امروزه شام شهنواز دوستی غالب آمد، یعنی از 10 خالی که باید میگرفتن حساب هم 10 بر 10 شد و شاید از یک جهت متاسف شم باشیم، زیرا غالب شو برنامه فرهنگی و فراغتی شام شهنواز را راهخط برای استراحت یک ماه در دبی انتظار بود. هیچ گپ نیست. میدونید شما وقتی که هنرمند یک روزه بلندی نماینده فرهنگ بودن رو به خود کسب میکند، این یک افتخار بزرگ است. مثلا من در انتخاب شما که به واسطه با خجسته‌بانو در یک روزه، در یک مورد، در یک موسم فصل گلفشان و شکفتن ها، بهار نیکپای، نوروز عالم افروز یک برنامه رو با هم یک جای شامل بودیم، گمان میکنم این موفقیت بهتر و بیشتر و یعنی برای ما با صفاتر است. شاید که بعد از این همون نقشه دوی تمام باز قویتر و استوارتر شود. بله، شاید این برنامه نه که اگر مرا میبرد پراکنده میشد. من در اول خیال کردم که خجسته میخواهد که من یعنی که پسمانده باشم. بعد دیدم در بخش آخران چقدر به من کمک میکنن با احساس، با هیجان، با حرکت ها. بعد گفتم نه، این واقعا دوستی من است. بله بله. باور کنید شما چقدر شما به من کمک کردین. من این قربان رو نمیدونم چقدر کفتم. تشکر زیاد از شما نیز برای شرکت در برنامه ما، زیرا وقت قیمتترین و گرانبهاترین ارزش در حیات انسانی است و ما شاد از آنیم که شما امروز راضی شدید و انا همین گنجینه خداوند همین قیمتترین وقت خود را با ما سپری نمودید. بینندگان عزیز، در همین جا رسیدیم به فرجام شو برنامه فرهنگی و فراغتی شام شهنواز. هر هفته شام شنبه و یک شنبه در همین وقت و ساعت ما را انتظار باشید. سعادت در روز روزگارتان. خیر تا دیدار نوبتی.